مسابقه بین المللی جودو باکو گراند سلام 2019 که در آن دو پهلوانی تاجیک کامرانشاهی اوستوپیریون و سامان محمد بکف هنرنمایی کردند به پایان رسید. در این چاره‌بینی با نفوذ هر دو ورزشگری ما به ناکامی دچار شدند. شرحی بیشتر در گزارش. مسابقه بین المللی جودو باکو گراند سلام 2019 که در شهر باکوی آذربایجان داومی 3 روز ادامه کرد، ورزشکاران 56 کشور را با شمولی 431 تن به هم آورد. رقابت‌ها از روی 14 درجه وزن‌ها، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان صورت گرفتند. در این معرکه با نفوذ تاجیکستان را دو پهلوانی شناخته سامان محمد بکف و کامرانشاه اوستوپیریون نمایندگی کردند، اما هر دو ورزشکار ما در رقابت‌های اولی خود شکست خوردند. سامان محمد بکف در وزن 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از گشتنگیری مغول باتبول بونگان شکست خورد. کامرانشاه اوستوپیریون هم رقابت را از دور دوم شروع کرد. او نخستین کوزمایی را در وزن 90 کیلو با سعید امی ژامبکوی روسیایی باخت. همین طریق هر دو ورزشکار تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم شدند.